تا حالا اتاق خواب‌های متفاوتی دیدین؟ اتاق‌های لوکس و رمانتیک، حتی اتاق‌هایی که بیرون از ساختمون باشن. توی این ویدیو می‌خوایم عجیب غریب‌ترین اتاق خواب‌ها رو نشونتون بدیم که تا حالا اصلاً ندیدین. مطمئناً نمی‌تونین تصور کنین اتاق خوابی مثل مورد آخر داشته باشین. خب برای شگفت زده شدن آماده شین. مورد اول، اتاقی که در آن تم صنعتی با بازتابی عاشقانه آمیخته شده. چیزی مثل هتل‌های ژاپن و لاس وگاس با آینه‌های کنار به کنار به کف سقفشون، اما با رایحه‌ای صنعتی. مورد آخر رو از دست نده، خیلی خاصه. اگر از کسانی هستید که دوست دارن بدونن زندگی در غار چگونه است، این اتاق برای شما ساخته شده. دیوارهای اون از مواد سنگی ساخته شدند و یک شومینه و یک تخت بزرگ نرم نیز در اون قرار داده شده. این اتاق بهترین گزینه برای شب‌های سرد زمستانی است. آیا کودکیتان را به یاد می‌آورید هنگامی که فیلم ارباب حلقه را تماشا می‌کردید و دوست داشتید باگینز باشید و در خانه هابیتی خودتون زندگی کنید؟ با ماندن در این اتاق که مانند یک لانه هابیت است و حس اون رو در شما ایجاد می‌کند، می‌توانید رویاهای کودکیتون رو واقعی کنید. حالا برای روحیه دادن بهم ویدیو رو لایک کن تا میریم مورد بعدی. این اتاق مانند سلول زندان یا نوعی اتاق فرار است و سرتاسر دیوارها و کناره‌های اون را نوار زرد کشیدند. حتی یک تلویزیون بسیار قدیمی و بلندگو نیز برای اون در نظر گرفته شده است. این اتاق به خصوص انگار از یک فیلم ضد انسانی بیرون اومده است و دیوارهای قفس‌گونه‌ای به رنگ زرشکی و تخت گرد نرمی نیز در وسط قفس قرار دارد. این اتاق خواب نیز از دیگر اتاق‌هایی است که از روی فیلم ارباب حلقه‌ها ساخته شده است و دیوارهای سنگی و دکوری سبز دارد. حتی طرح رو تختی‌اش جنگلی است. دکور این اتاق رنگ و بوی ژاپنی دارد که البته مؤلفه‌های عجیبی برای جذابیت بیشتر نیز به آن اضافه شده است. در این اتاق درهای ژاپنی سنتی مانند فیلم‌های ژاپنی را می‌بینید و همچنین یک تشک سفید ساده کف آن قرار داده شده است، به صورتی که روی کف اتاق انداخته شده و تا دیوارها و سقف اتاق کشیده می‌شود. این اتاق دکوری شبیه به سریال‌های شبکه کارتونی دارد. دیوارهای رنگارنگ و تختی با قالب قلعه‌ای از ویژگی‌های آن می‌باشند. اگر کودکی دارید که قوه تخیلش بسیار فعال است، حتما این گزینه را برای او در نظر بگیرید. حداقل یک بار به فکر همه ما رسیده است که خوابیدن در هوای آزاد در جنگل چگونه خواهد بود. بسیاری از ما هنگامی که کودک بودیم برای خودمان با وسایل منزل خانه درختی می‌ساختیم. ولی این اتاق نسخه واقعی تخیلات کودکی ماست. خب یاد نره تو کامنت ها بهم بگی دوست داری یه شب تو کدوم اتاق بخوابی؟ مورد آخر، دقیقاً نمیتوان نام این محل را اتاق خواب گذاشت و در واقع یک استوانه بتونی بزرگ است که تخت خوابی رو در اون گذاشتن. همچنین وسایل نوری و چراغ نیز برای اون در نظر گرفتن. فکر کن توی این اتاقای عجیب کتابای عجیبم بخونی.